گریان کرد. او روز بسیار ممسک بود و من اینقدر گریان کردم، من یک هفته مکمل گریان کردیم برایشان. خدایا ما نمیتونیم عالم رای اونا ما رقم شده رئیس، چرا که ما دلیل گریه های دنیا غزل در پاکستان چیست و پاکستانی ها با وی چه کرده؟ آیا وی از سوی شوهرشان این چنین شده یا خیر؟ دلیل پنهان گریه های دنیا غزل در پاکستان چیست؟ ما در این موارد وقایق خواهیم پرداخت، اما قبل از ادامه حتما ویدیو را لایک بکنید تا این ویدیو و حقیقت به همه مردم برسد. زکیه دنیا غزل، مشهور به اسم هنری دنیا غزل، یکی از مشهورترین و محبوبترین هنرمند زن افغانستان می باشد. فعلا در کشور پاکستان زندگی سختی دارد. دنیا غزل که در افغانستان شهرت و عزت زیادی داشت و در افغانستان از طریق آهنگایش و ثبت اعلانات درآمد بالایی داشت، فعلا در پاکستان از وضعیت بد اقتصادی رنج میبرد. گفته می شود در آن جایی که افغان با وی کمک نمی کند و پاکستانی ها هرچی می توانند مرا تخریب می کنند، ولی من از پاکستانی ها گلایه و شکایت ندارم. من از افغانایی در پاکستان هستند گلایه دارم، چون آنها هنرمندان پاکستانی را اسپانسر و حمایت می کنند، ولی هیچ افغان با من همکاری نکردند. ولی دلیل ماندن دنیا غزل در پاکستان چیست؟ چرا به کشورهای مانند اروپایی یا امریکایی نمی رود؟ آیا در پاکستان عروسی کرده و نمیتواند از پاکستان خارج شود؟ در رابطه با این سوال، دنیا غزل و خواهرش هر دو به خاطر کیس در پاکستان است و میخواهد هر چی زودتر کارهایشان کامل شود و به یکی از کشورهای برای هنرمندان امن‌تر از پاکستان باشد برود و از زندگی پر از ضلالت پاکستان نجات یابد.